مرگ حضرت آدم علیه السلام. وقتی که عمر حضرت آدم علیه السلام به آخر رسید، از جانب خدای تعالی به او وحی آمد که وقتی مرگش فرا رسید، حضرت آدم علیه السلام از خدا پرسان شد که مرگ چیست؟ با وی جواب آمد که خود او و تمام بشریت مرگ را میچشد. حضرت آدم علیه السلام حضرت شیس را به نزدش خواند و وصیت کرد و او چی طور و در کدام وقت خدا را طاعت و عبادت کردن را آموزاند. باز به حضرت شیس سپارش داد که قابیل را کشد. حضرت آدم علیه السلام به حضرت شیس گفت که در این کار با او خدا یاری می‌دهد. بعداً خدای تعالی از بهشت به حضرت آدم علیه السلام عکس‌های تمام رسولان و پیغمبران را فرستاد. حضرت آدم علیه السلام این عکس‌ها را در متاع سفید ابریشمی پیچانیده به حضرت شیس می‌دهد. به او وصیت می‌کند که آنها را در تابوت محفوظ نگاه دارد. اینچنین حضرت آدم علیه السلام یک چند تار ریش خودش را بریده به او می‌دهد و میگوید که تا آن دمی که این تارهای ریش با او باشد، او بر دشمنان غالب آید. با او گفته شد که وقتی در این تارهای ریش سفیدی عیان گردد، معنای به آخر رسیدن عمرت را دارد. آدم علیه السلام و پسرش پیغام‌ها، مهر، شمشیرش و زنجیرش را می‌دهد. بعد از آنی که حضرت آدم علیه السلام وصیت‌هایش را کرد، خدای تعالی جان پدر تمام انسان‌ها را گرفت. حضرت آدم علیه السلام در این دنیای بی‌وفا تقریباً 1000 سال زندگی کرد. بعد از 1 سال مرگ حضرت آدم علیه السلام، همسر او مادر حوا از دنیا گذشت. میگویند که آنها در کوی ابو قبیس شهر مکه به خاک سپرده شدند. باز عقیده هست که بعد از 40 مرتبه طواف کردن حج، حضرت آدم در منطقه های هند حاضره وفات کرده است. حضرت شیس علیه السلام برای جنگ با قابیل تیاری می‌بیند و برای محاربه قوه جمع می‌نماید تا اینکه قصاصش را از قابیل برای خون هابیل گیرد و این یکمین محاربه در روی زمین بود. نتیجه این جنگ چنین شد: قابیل شرم نداشته به رحمدلی و دلسوزی حضرت شیس را دعوت کرده از او خواهش میکند که او را نکشد، چون که آنها یک عائله هستند. پرسید از او حضرت شیس علیه السلام و دستانش را بست و در زیر آفتاب تفسان برای مردن بگذاشت. بعد مرگ قابیل، فرزندان او برای گور کردن او تیاری دیدند. شیطان باشد از این استفاده برد. برای رهگم زمانیدن آنها آمادگی دید. شیطان لعین باشد خود را عیان کرد و فرزندان قابیل خود را فرشته معرفی نمود. با طرزی لازمه از آنها خواهش کرد که پدرتان را در زمین نگرانید. بعد شیطان با آنها مصلحت داد که 2 سنگ عظیم نمود بلوری آورند و آن سنگ ها را بر هم گذارند و فرزندان قابیل فرمود که در بالای آن سنگ ها از طلا کرسی سازند و در بالای آن کرسی قابیل را شنانند. با مصلحت و توصیه شیطان فرزندان قابیل محلول آماده کردند و به بدن پدرشان مالیدند که برای نگاه داشتن و نپوسیدن بدن اهمیتی کلان داشت. و قابیل لباس زیبا پوشانیدند و او را به آن کرسی طلایی که در بالای آن 2 سنگ بزرگ ساخته بودند شنانیدند. با همین طرز و نمود قابیل را در یک مکان مخصوص که آن را آراسته کرده بودند گذاشتند. آنجا به یک خانه بزرگ مانند بود. همین طور فرزندان قابیل
تمام گفته ها و فرموده های شیطان لعین را اجرا نمودند. بعد از این شیطان به فرزندان قابل امر نمود که از این پس کدامی که به این خانه که بدن شخص شده قابل نگاه داشته میشد می درآید 3 مرتبه در پیش قابل سری تعظیم فرود آورد. با گذشت وقت شیطان ملعون فرمان برآورد که برای وارد شوی به نزد قابل روزهای مخصوص معین کرده شود و فرمود که در این روزها خرسندی کنند و آن روزها را عید اعلام کرد. در داخل آن سنگ‌هایی که در بالایش کرسی طلایی ساخته شده بود یک شیطان وارد شده بود که به جای قابل و از نام او به سوالهای مردم جواب می گفت. همین طور سالهای دراز آدمان به گمراهی رفته قابل را عبادت می کردند و به نیرنگ و حیله های شیطان به کفر گرفتار شدند. حضرت شیس علیه السلام در این وقتها در منطقه های هند حاضره قرار داشت و آدمان منطقه آن مکان بوده را راهبردی می کرد و مردم آنجا به یکه پرستی مشغول بود. قانونهای الله را، شریعت را سخت رعایت می کرد. شماره پیغام های مقدس از جانب الله به حضرت شیس علیه السلام نازل شده 50 عدد را تشکیل می داد. اولین مراتبه در دوره حضرت شیس علیه السلام جمع آوری آلاتها، خرید و فروش و استفاده بری وزن و اندازه پیدا گردید. حضرت شیس علیه السلام طرز و اصول حقیقی اداره کنی را تشکیل نمود. حضرت شیس علیه السلام در سن 90 سالگیش صاحب پسر می شود و نام او را انوش می گذارد. با گذشت وقت حضرت شیس علیه السلام می بیند که تارهای ریشه که پدرش به او داده بودند سفید شدند و همان سال خود او وفات می کند و انوش را نسلگزار خود در روی زمین می گذارد. همین خیل خدای متعال با فرود آوردن حضرت آدم علیه السلام در روی زمین نسل آدمی را آفرید. معنای آفرینش آدم این است که الله بزرگ را عبادت کنند و یگانگی او اقرار شوند و هیچ شریکی را با او نآورند. نیست معبود بر حق جز خدای تعالی که یکتاست، نیست شریک او را و او راست ملک و او را ستایش و او هست بر همه چیزها قادر. خدا یگان چیز را در دنیا برای صادر کردن کاری بده یا اینکه گناه ناآفریده است و کسانی که بایگری خود را در راهی که خرج کردنش از روی شریعت منع کرده شده است استفاده میبرند از جانب خدا جزا داده میشوند. الله به آدمیزاد تمام چیز لازمه را مهیا کرده است ولی به آدم واگذار کرده است که محنت و کوشش کند، یعنی که به محنت و عذاب هیچ وقت غلبه به دست نخواهد آمد. حتی چنین شدنش هم ناممکن است. اگر کسی فکر کند که تنها خودش با قوت خودش چیزی را یا کاری را کرده است یا اینکه کرده میتواند، چنین فکر کردن یکی از شاخه های شرک به حساب می رود. کسی که چنین آفرینش انسانیت و چنین ساخته شدن دنیا را باور نمی کند، بگذار عالم اتئیست را کابد که به عقیده گویا آدم از میمون شده است باوری داشته باشد. در حدیث آمده است که اولین چیزی که الله تعالی آفرید این نور حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بود. پیغمبرمون حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بهترین اولاد بشریت، بنده الله است، از جانب الله فرستاده شده است برای راهنمای انسانها و پنگ کردن دین اسلام. برادران و خواهران گرامی، برای دستگیری کانال به کانال آبونه شوید و نوارهای ما را لایک گذارید. ما در این دنیا طرز زندگی داریم که باور کردن نمیخواهیم که میمیریم. ما نمیبینیم که بدی را که میکنیم و معنای حیات را نمیفهمیم.
ما در این دنیا طرز زندگی داریم. آرزو داریم که در همه چیز اول باشیم. با مقصدهای دنیویمون روانیم، ولی تنها به قبر ما روانیم. ما در این دنیا طرز زندگی داریم. قصر و کوشک ها می سازیم، از برای مود پول ها می دهیم، ولی در بدن کفن می بینیم. ما در این دنیا طرز زندگی داریم. تعریف آدمان را سخت انتظاریم، ولی در آن خوشبختی نمی یابیم و حیات را با خالگی می گذرانیم. بیایید در این دنیا طرز زندگی کنیم که گویا فردا ما می میریم. خوبی را در این دنیا می آوریم، در حیات معنی ما می آوریم. بیایید در این دنیا طرز زندگی کنیم که روز را با عبادت آغاز کنیم ما، که راه رازگی الله را یابیم ما و با این ما ابدی را دریافت می کنیم.